مجموعه شوخی کردم که خیلی باحال و بامزه بود. ما اونو میخوایم ببینیم و بعد خودت یه حرکت باحالی زدی که میخوایم انجامش بدیم. پایه‌ای؟ حتما. بابا دارین چیکار میکنین الان؟ برم آلبوم عکسای جوونیمو نگاه میکنیم بابا. این کیه؟ عمو جلالته. اون موقع هم سلسان علم تو بود بابا. اینجا کجاست؟ اینجا یه خارج شهر رفته بودیم پیکنیک. پیکنیک چیه؟ اون زمانا وقتی که مردم حوصله‌شون سر میرفت یه زیلو یه چیزی برمی داشتن می‌رفتن بیرون پارکی جنگلی بیابونی چیزی کنار آبی تفریح می‌کردن. تفریح چیه؟ اوقات خوشی که در کنار هم هستیم میگن تفریح. و اوقات خوش چیه؟ اوقاتی که توش غم و اندوه و درد و این چیزا نباشه بابا. الان که نه اون موقع داشتیم. بابا این چیه؟ چیه میلاد توش رد شده؟ این گوشته بابا.